های دوست داشتنی، مغزت، سازت، سلامتیتون خوب است؟ انشاءالله همیشه خوب باشه. اینجا رادیو مهر صدای کودک. من شهنازه دوباره با قصه های جالب و شنیدنی به نزد شما آمدم. بچه های عزیز، داستان امروزه امان را گوش کنید و برایش خودتان نام انتخاب کنید. در بازار پیسته فروشی برای رستم اتفاق عجیبی افتاد. رستم بعد از پیسته خری با پدرش به پیسته ها نگاهی کرد. همه پیسته ها خندان و خوشحال بودند. برای همین خیلی راحت باز می شدند. اما یکی از پیسته ها ناراحت و غمگین نشسته بود. هیچ کس دوست نداشت پیسته غمگین را بردارد. وقتی همه پیسته ها تمام شدن، پیسته غمگین تنها داخل ظرف باقی مانده بود. رستم بالاخره دلش آب شد و پیسته ناراحت را برداشت. هرچی به آن نگاه کرد، پیسته غمگین نخندید. همین در سخت دهانش را بسته بود. رستم چند تا لطیفه برای پیسته غمگین تعریف کرد، اما باز هم نخندید. قلقلکش داد، باز هم خنده‌اش نگرفت. رستم یک نگاهی این طرف کرد، یک نگاهی آن طرف کرد، بعد آرام پیسته غمگین را در دهانش گذاشت. یک گازی محکم از او گرفت، ولی هیچی نشد. این دفعه پیسته ناراحت رو گذاشت روی دندانهای آسیاش. محکم فشارش داد. یک دفعه پیسته غمگین دق صدا کرد. رستم پیسته غمگین را از دهانش درآورد. البته درست نبود، چون میده شده بود. وسط آنها بغیر از پوست پیسته و مغز پیسته یک خورده دندان شکسته هم بود. حالا دیگر به جای پیسته غمگین، رستم غمگین شده بود. آخه کی با دندون شکسته میتواند بخندد؟ شاید پیسته های غمگین نمیخندیدند که کسی دندانهایشان را نبیند. بچه های عزیز، با همین داستان امروزه ما به آخر رسید. خدایا و نگهدار شما. خداحافظ. برای دریافت پادکست های بیشتر و برنامه های متنوع رادیو مهر، ارمغان امید و آینده می توانید با واتساپ ما با شماره +90 531 623 0676 پیام دهید و با ما در ارتباط باشید. اینچنین در کانال یوتیوب و فیسبوک رادیو مهر آبونه شده و ما را همراهی کنید.
www.radiomehr.org.